درود بینندگان عزیز، اخبار آزادی را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز جمعه 11 ایون و من عبدالله اشرف هستم. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به ولایت سوغدی تاجیکستان سفر کرد. اظهارات ملاله یوسفزئی که گفته نکاح زن و مرد شرط نیست، خشم ملاها را در پاکستان برانگیخت. یک عده دهقانان در ختلان میگویند از حاصل امسال فایده ندیدند، اما کار کشاورزی را ادامه میدهند. ما همین ریسک گفته می‌نیم تاکل وقتا خودجای دهقان زمین نه، ما هر سال 2 گیتار 3 گیتار همیرا خیلی شانش ما میکنیم. سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان امروز در تاجیکستان و در شهر خوجند ادامه کرد. او روز 10 ایون با سفری رسمی وارد دوشنبه شد و با مقامات بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره همکاری‌ها صحبت کرد. تفصیلات روز دوم سفر رئیس جمهوری ازبکستان در تاجیکستان را در گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند می‌بینیم. صبح 11 ایون شوکت میرزیویف پرزیدنت جمهوری ازبکستان را در فرودگاه شهر خوجند امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشواز گرفت و در این سفر 2 روزه او را همراهی خواهد کرد. این نخستین سفر رهبریت عالی کشور ازبکستان بعد از انتخاب شدنش به سمت پرزیدنتی است و نمایندگان اهل جامعه ولایت سوغد با رقص و سرود، رعایت عنعنه و سنت‌های خاص همسایگی، دوستی و رفاقت و مهر و محبت گرم و صمیمی او را استقبال گرفتند. نخست تا نصف روزی رهبران تاجیکستان و ازبکستان با زیایان و فعالان ولایت سوغد در قصر ارباب ملاقات کردند. چون از اول به حدس کارشناسان و همصحبتان از دالان‌های حکومتی هدف این سفر تقویت دادن امکانات اقتصادی و استراتژی دو کشور گفته میشد، امروز رئیس جمهوران دو کشور از چند کارخانه‌های صنعتی شمال تاجیکستان از جمله از کارخانه قالین‌های قیراقم آشنایی پیدا کردند. در دایره این سفر دوام روز مهمانان از آبانبار بحر تاجیک دیدن کرده و در باغ ملی ناحیه باباجان غفوروف محصولات کشاورزی باغداران ولایت سوغد به معرض تماشای سران دو کشور گذاشته می شود. در جریان سفر رئیس جمهوری ازبکستان تاکنون 10 سند همکاری به امضا رسیده است. خوب شدن مناسبات دوشنبه و تاشکند در حالی است که تا سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف دو کشور یک مرحله سردی رابطه ها را در دوران حکومت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان پشت سر کردند. گزارش شهلای گلخواجه درباره نتیجه های این سفر میرزیویف به تاجیکستان و سابقه روابط دو کشور است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان روز 10 ایون 36 سند همکاری از جمله درباره انتقال بار و سفر ساکنان را امضا کردند. این سندها در حال قبول شدند که شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان با سفر رسمی به دوشنبه آمد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در واخوری هیئت‌های دو کشور گفت مناسبت دوشنبه و تاشکند در بخش‌های سیاست و اقتصاد، فرهنگ و امنیت رشد یافته است. شوکت میرزیویف در نوبت خود تاکید نمود در یک سال گذشته توانستند مشکلاتی را حل کنند که سالها مانع همکاری دو جانب می‌شدند. در تاجیکستان به شوکت میرزیویف اردن زرین تاج درجه 1 دادند. مراسم تقدیم آن شام 10 ایون در کاخ بربد شهر دوشنبه گذشت. بعد آن در همین تالار امامعلی رحمان و شوکت میرزیویف در برنامه کنسرتی بزرگ تحت عنوان شام دوستی شرکت نمودند. بسیاری ها پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف را محبوب ترین چهره سیاسی تاجیکستان می شمارند، زیرا از اولین روزهای ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر سال 2016 همچون رهبر اصلاحات طلب و جانبدار بهبود روابط با تاجیکستان ظهور نموده از آزادی های بیشتر مردم پیگیرانه پشتیبانی میکند. هرچند که طبق گزارش ها تطبیق عملی این اصلاحات در ازبکستان با کندی پیش می رود، در تاجیکستان از این اقدام ها خوشپذیری میکنند. میرزیویف سیاست های دوره رهبری اسلام کریموف پرزیدنت اول ازبکستان را از اعتبار ساقط نموده، از جمله در فکر بهبود جدی روابط با تاجیکستان شد. سفر دولتی پرزیدنت میرزیویف به تاجیکستان در ماه
марти соли 2018 ба як ҳодисаи таърихӣ табдил ёфт. он замон марзи баста барои рафтуомади озоди шаҳрвандони ду кишвар ва содироту воридоти молу коло боз гардид. даҳо ҳазор шаҳрванди ду кишвар имкон ёфтанд ки баъди наздик ба 2 сола аз аҳволи хешовандонашон дар ду тарафи муқобили марз огоҳ шаванд. раҳбари ӯзбекистон мухолифати сарсахтона ба сохтмони нирӯгоҳи барқи обии Роғунро ки соли 2010 дар шакли таҳрими убури масолеи сохтмонӣ ва маҳдуд намудани равои тавассути роҳи оҳан ба Тоҷикистон ҷорӣ шуда буд, канор гузошта ҳамкорӣ дар бунёди нирӯгоҳ, истифодаи захираҳои обӣ ва дигар бахшҳои иқтисод, илму фарҳангро пешниҳод кард. шабакаҳои нақлиёту барқи замони шӯравӣ ки дар солҳои ҳукмронии Каримов аз кор монда буданд, ба ваҷҳи умум эҳё хоҳанд шуд. ин масъала дар мулоқоти дирӯзаи раҳбарони ду кишвар матраҳ шуда буд. таваҷҷӯҳи хос ба рушди соҳаи нақлиёт ва долонҳои транзитӣ ҷалб мешавад. мо ба мувофиқат расидем ки шароити мусоид барои тараққӣ намудани равоҳои роҳи оҳан, автомобилӣ ва ҳавоиро фароҳам орем. раҳбари Тоҷикистон ҳам дар ин бора тафсилот дод. сухан дар бораи 2 сохтмони нирӯгоҳи барқи обӣ дар руди Зарафшон бо қудрати тахминан 320 мегаватт меравад, ки мо бо Шавкат Миррахмонович 2 сол пеш ба бунёди он мувофиқат карда будем. дар ҳамин ҳол эҳтимол муҳимтар аз лоиҳаҳои иқтисодӣ эҳёи равобити байни мардуми ду ҷумҳурӣ аст ки ҳазорсолаҳо канори ҳам зистанд. пешбинӣ мешавад ба зудӣ маҳдудиятҳои давраи коронавирус сабуктар шуда рафтуомади озоди сокинони ду ҷумҳурӣ барқарор мегардад. сокинон дар яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Душанбе шиква доранд ки як ширкати сохтмонӣ ки дар ҷои манзили онҳо бинои баланд ошёна сохтанист, бар ивази хонаҳояшон пули ночиз медиҳад. ширкати сохтмонӣ мегӯяд ки маблағи пешниҳод кардааш арзанда аст. با اوج گرفتن ساختمان بیناهای بلند آشیانه، شکایت ساکنان هم از شرکت‌های عظیمی ساختمانی بیشتر می شود. گزارش همکارم شهلا عبداللهی‌وا از روزگار دو ساکنی دوشنبه است که با یک شرکت ساختمانی بحث و دعوا دارند. این برستم امامعلی نوشتیم قریب به 5 بار عریضه نسترفتگیه. این حجت‌ها را چنگل رحیمова دوام بحث 3 ساله دادگاهی با یک شرکت ساختمانی جمع کرده است. او این همه سالها تلاش کرده است جبران منزلش را که باید تخریب شود از شرکت کمالات ساختمان بگیرد، اما تا حال به نتیجه. در این مدت 3 سال که تمامی همه چیز ایروی قاعده همش یافتیم آوردیم، مثال همش قانونی بود، طرف قانون نگاه نکردن. شوهر این زن در گذشته برای تجارت خود از تاجپنام بانک که فعلا مفلس و برهم داده شده است 2 میلیون سومانی قرض گرفته بود. بانک بر عوض پول قرض خانه به گرو گذاشته او را به کسی دیگر فروخته است. خانه را خشون اومدن از طرف وای حکومت اومدن نرخ موندن و از سود گرفتن وای درویی کردن، وزارت عدلیه درویی کردن، وزارت عدلیه اومدن نرخ موندن. خیلی مثال که خوجاین ما ای بانک قرضدار باشه شما پول بانک تونه بگیرین و موندگیش تمام بچین ما خونه بگیرم ما کجا برم دیگه دریسی نیست. به جز چنگل رحیمова شرکت ساختمانی با صاحبان خانه دیگر هم بحث دارند. خانه نرگس محمدова هم نزدیک به بینای نو بنیاد مانده است. خطر هر زمان افتیدن کران از ساختمان او را نگران کرده است، اما از خانه‌اش کوچ بستن هم نمیخواهد، زیرا میگوید شرکت ساختمانی برای منزل زیست مبلغ ناچیزی پیشنهاد کرده است. 3 میلیون نرخ کردگی. ولی نخواستم. نمیخوان دادنی. چرا؟ نمیدونم که خودشون میدونن. قرار شهر دا گفتگیان که صاحب ملکا را راضی کننده امضاش نگرفته، من نه امضا موندم یگونجا نه گفت چی راضی کردین مویا. مسئولان شرکت کمالات ساختمان بر رادیو آزادی گفتند آنها با نرگس محمدова با روزگی طرفین به سازش آمده به عوض منزلی برطرف شونده در بینای بلند آشیانه نو بنیاد شونده و مبلغ اجاره سازش کردند، اما شرطنامه به امضا رسانده نشد و محمدова روز از روز وجه‌های نو پیشنهاد میکند. در مورد خانه چنگل رحیمова شرکت نوشته است که خانه در بحث دادگاهی بوده، بعد حکم آمده است با تامین نمودن منزل نوی زمانوی با پرداخت‌های خراجات‌های صرف شده عهده‌داری خود را اجرا نماید. ساختمان بیناهای بلندآشیانه سالهای اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یکی از تجارت‌های سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می شود.
هرچند بعضی از ساختمان‌ها ناراضگی ساکنان را در پی داشت. برخی از ساکنان میگویند شرکت‌ها هنگام ساختمان بیشتر منفعت‌های خود را به نظر میگیرند، اما شرکت‌های ساختمانی میگویند بنیادی همه بلند آشیانه‌ها بعد از آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت میگیرد. مقامات پاکستان مولای را دستگیر کردند که از پیروانش خواست ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل را بکشند. مفتی سردار علی حقانی را روز 9 ایون در ولایت خیبر پختونخوا دستگیر کردند. این مفتی در مراجعت به مردم گفته است وقت ملاله به پاکستان برگشت با بمبگذاری مرگطلبانه او را بکشند. ملا حقانی را اظهارات ملاله یوسفزی به خشم آورده است که در یک مصاحبه اش گفت نمیفهمد چرا انسانها برای زندگی یک جای باید حتما ازدواج رسمی کنند. سردار علی حقانی گفته است که ملاله یوسفزی با این بیانیه دین اسلام را تحقیر کرد و باید کشته شود. کشاورزان در ولایت ختلان تاجیکستان از ارزان و ناچیز شدنی ارزش دسترنجشان خصوصا نرخ پیاز شکایت دارند. ارزش 1 کیلوگرم پیاز در این منطقه تا 20 درم پایین آمده است. دهقانان با این نرخ از حاصل با صد زحمت به دست آوردهشان فایده نه بلکه ضرر می‌بینند. از این سبب کشاورزان از مقامات طلب دارند برای صادرات محصولاتشان به خارج مساعدت کنند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. کشاورزان میگویند که امسال از پیاز حاصل فراوان گرفته اند، ولی حاصلی که آماده فروش است کم خریدار دارد. پیاز زیر آفتاب تفسون زود خراب می شود. دهقانان بیم دارند که اگر حاصلشان در صحرا بماند به جای فایده ضرر می بینند. این صاحبکار میگوید در 3 هکتار زمین پیاز کاریده است، اما هنوز قسمی از حاصلش را نفروخته است. چندیمش 20 درم. ما از خود مخاجگمی چی؟ از خودمون 50 درم بالا. اگر دهقان 1 سوم فروشش با بالی مینی که رزق روزیش هم میوه. ما همین ریسک گفتم اینم تاکل وقتا خوجاگی دهقان دای زمین نه. ما هر سال 2 هکتار 3 هکتار همیرا خیلی شانش ما میکوریم. کشاورزان آخران حاصل را از زمین میچینند. عبدالحکیم قربانوف کشاورز از شهر حصار سال دوم است که در ناحیه جیهون دهقانی میکند. حالا سرخ پیاز جمع آوری میکند. نظر به سال گذشته سال خیلی دشوار است. وضعیت دهقانو هم دهقانایی که مقصد در گکتر 30,000 37,000 35,000 رصد کردن همون رصدهای خودشون همین سال نگرفتن. مقصد کشاورزان ناحیه جیهون اولین شده پیاز را به بازار میبرند. امسال در این ناحیه 160,000 تن پیاز جمع آوری شده است. مقامات ناحیه میگوید از مشکل کشاورزان آگاه هستند و تلاش میکنند که حاصل مردم در زمین ها خراب نشود. آماده است من راهی آهن کلخوزآباد که پیازی مثال استحصال شده را صادرات کنند به جمهوری قزاقستان. مأموریت راهی آهن تاکید کردند که ما میتوانیم که در 2 روز همون محصولات پیازی که در واگن برده میشه در 2 روز به شهر چیمکند برده برسانیم. کشاورزان میگویند که به آنها در صادر کردن محصولات وعده کمک شده است، ولی از نبود طلبات به محصولاتشان نگران هستند. طبق آمار رسمی امسال از ختلان 50,364 تن پیاز به افغانستان و پاکستان و قزاقستان ارسال شده است. این مقدار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 2,000 تن کم است. بینندگان ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهدارتان.